سلام دوستان، امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول حق تعالی واقع بشه. تو این ویدیو میخوام یه مقداری راجع به گفتگوی ابن زیاد ملعون و حضرت زینب صحبت کنم باهاتون. و اینکه قبل اینکه شروع کنیم این مبحث رو میخوام بهتون بگم که قدر این روزا رو بدونید، واقعا قدر عاشورا، قدر اربعین رو بدونید. این محرم و صفر میتونه شب راه 100 سالمون رو یک شبه برامون طی کنه. واقعا یه قطره اشک برای امام حسین، برای مظلوم ترین فرد جهان، واقعا میتونه راهگشای زندگیمون باشه، گناهامون رو ببخشه. واقعا این گرما رو حس میکنیم، باید درک کنیم که تو اون گرمای کربلا، اون کمبود آب، یکی مثل امام حسین علیه السلام وقتی برمیگرده خیمه و دختر بچه ها، زنهای خیمه چشم به دستان امام حسینن و فقط یه جرعه آب میخوان ازش و چیزی جز شکستن غرور نیست. واقعا اینو باید آدم درک کنه. چیزی جز خاک و خون با خودش نتونسته بیاره. و خب درک کردن اینها خیلی راحت و ملموسه. نمیدونم چرا بعضی درک نمیکنن و فلان و بهمان. خب واقعا خیلی قساوت قلب میخواد که این شخصی اتونه درک کنه این کار بزرگ امام حسین رو و زیر سوال ببرتش. واقعا نمیدونم چی بگم. تو این روزها دعا کنید، هم برای ما هم برای خودتون. روزهایی که واقعا دعا پذیرفته میشه. خدا رو قسم بدین حضرت زینب، به امام حسین، به امام سجاد، حضرت عباس علمدار امام حسین، واقعا خدا مستجاب میکنه دعاها رو. اگه قسمش بدیم به جان این افراد و طلب مغفرت کنیم ازش به خاطر گناهایی که کردیم، یه قطره اشک میتونه راه 100 ساله رو برای ما یک شبه طی کنه. و خلاصه چی بگم که نمیخوایم خودمون. خدا خیلی فرصت برگشت برای بنداش میذاره، ولی متاسفانه شیطان تسویف با فن تسویفش نمیذاره که ما به راه راست هدایت بشیم. همونی که میگه فردا توبه میکنی، فردا توبه. همین فن تسویفه که زیاد نمیخوام راجبش صحبت کنم. همون راجب صحبت ابن زیاد ملعون با حضرت زینب قرار بود صحبت کنیم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که روز 12 یا 13 عاشورا حضرت زینب رو میبرن به مجلس ابن زیاد ملعون. خب ابن زیاد جنگ رو برده، البته ظاهرا دیگه، ولی باطنا که الان میبینید چه کسی واقعا جنگ رو برده. بر سر تخت پادشاهی خب هر شخصی جای ابن زیاد باشه بالاخره یه جمله‌ای میگه که پیروزی خودش رو نشون بده. میگه که مثلا دیدی برادرت تا چگونه سر بریدیم، یا مثلا چگونه در جنگ پیروز شدیم. خب بلا شک این حرف منطقیه دیگه، کری بعد از جنگه. هر شخصی باشه این حرف رو میزنه. ولی ملعون بودن این بشر از اینجا معلوم میشه که برمیگرده و میگه دیدی خدا با برادرت چی کرد؟ کار خدا را با برادرت دیدی؟ این جمله یعنی واقعا چی بگم، اصلا نمیشه توصیف کرد. این حد از وقیح بودن، این قبیح بودن این جمله رو نمیشه توصیف کرد. آخه چی بگی به این بشر؟ اصلا واقعا خورد کردن یه شخص از این بیشتر نمیشه. کار خدا را با برادرت دیدی؟ نه تنها میخواد کری بعد از جنگ بخونه، حتی میخواد حضرت زینب رو از خدا زده بکنه. واقعا آدم میشنوه خندش میاد، میگه چه کار احمقانه ای، واقعا اتفاقی که نمیافته. ولی
هوش این فرد رو میخوام بهتون نشون بدم. البته هوشش تو جبهه جهل بود، نه جبهه عقل. بگذاریم. و جوابی که حضرت زینب به این بشر میده، به این ملعون میده، واقعا عجیبه. واقعا عجیبه. ما رأیته الا جمیلا. یعنی ما رأیته الا جمیلا یعنی یه ختم و یه مهر محکمی بر دهان این ملعون کوبید دیگه. من چیزی جز زیبایی ندیدم. خب همه در وهله اول میگن که آقا جان خب خواسته این کری بخونن، یا مثلا همه میگن که بعد معنوی کارو میبینن. مثلا آره دیگه، جنود عقل جنود جهل. خب امام حسین میرود به بهشت، اصلا جز بهشتیان است، و ملعون شمر و یارانش میروند به جهنم. این بعد معنوی کار. اما بعد مادی هم داره. اما بعد مادیش چیه؟ بعد مادیشو ما 1400 سال بعد داریم حس میکنیم، محسوسه، ملموسه. وقتی میگه ما رأیته الا جمیلا یعنی همین روزایی که مردم پیاده میرن به کربلا، همین روزایی که کودک عراقی چیزی نداره برای نذر کردن، پاهای مسلمانان، پاهای زائران امام حسین رو شستشون میده. این یعنی زیبایی. درهای خانه عراقی ها بروی مسلمانان و زائران کلاً بازه، از اقصا نقاط جهان جمع میشن به یک مکان، اونم کربلا میرن. تو دوره‌ای که همه دنبال اینن یه ماشین بهتر داشته باشن، همه پیاده میرن. تو روزهایی که همه سعی میکنن از یکی دیگه پول بچاپن برای خودشون، همه پول خودشون رو میدن، نذری میدن. اونم برای چی؟ هیچی. واقعا یعنی آدم حس میکنه ما رأیته الا جمیلا یعنی همین. یعنی اینکه همدلی، همدردی، وحدت مردم، اینکه شخص تمام دار و ندارش در اختیار زائران امام حسین قرار میده و ترسی از این نداره که پولم تموم میشه، مالم تموم میشه، فقط برای امام حسین. این یعنی ما رأیته الا جمیلا. جمیلا یعنی بعد مادیش یعنی همین که واقعا از شما سوال دارم، کیه که بتونه این همه آدم رو از اقصا نقاط جهان جمع کنه یه جا جز امام حسین؟ اونم چی؟ 1400 سال قبل به شهادت رسیده و امروز نامش بزرگترین فرد تاریخه، در حالی که تو جنگ شکست خورده، ولی باز مهمترین فرد تاریخ امام حسین. جمله حضرت زینب واقعا یعنی عجیب ترین جمله، جوابی بود که بهترین و عجیب ترین جوابی بود که میشد به این ملعون داد. ما رأیته الا جمیعا، هم بعد معنوی کار رو دیده، هم بعد مادی کار رو. البته از دختر امام علی علیه السلام فاتح خیبر جز چنین بعید نیست. واقعا دختر اون حضرت باشی و این حرفو نزنی عجیبه. دیگه چه کنیم؟ اهل بیتند و قلب پاکشون و معصومشون و نفس قویشون و برادرات رو توی جنگ بکشن، به شهادت برسونن، اون همه داغ و مصیبت، تشنگی، باز هم خم به ابرو نیاری و بگی ما رأیته الا جمیلا توی مجلس ابن زیاد که با اون همه لشکر حرفی دیگه برای گفتن نمیذاره. تو این روزا ما هم دعا کنید، خوشحال میشم، دعاهاتون انشالله مستجاب میشه. خدا را قسم بدید به دستای بریده حضرت عباس، به چشمای گریون حضرت زینب، انشالله که توبه هامون مورد قبول حق تعالی واقع بشه. خیلی دوستتون دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.